دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی به ترکیب‌های کلمه make میپردازیم. این ویدیو بخش اوله و 4 بخش دیگر راجع به فعل make رو ما در ادامه خواهیم داشت. پس بریم که یاد بگیریم. وقتی کلمه make به معنی ساختن یا ایجاد کردن با کلمه arrangements for ترکیب میشه، arrangements for معنیش میشه برنامه ریزی کردن برای یا برنامه ریختن برای. تلفظش هم میشه make arrangements for make arrangements for make arrangements for make arrangements for شما بگین make arrangements for. بسیار عالی، یعنی برنامه ریزی کردن. ترکیب دوم make a change یا make changes یعنی ایجاد تغییر کردن، تغییر ایجاد کردن، یه چیزی رو تغییر دادن میشه make a change یعنی ایجاد یک تغییر، make changes یعنی ایجاد چند تا تغییر. ترکیب بعدی با کلمه choice هست، make a choice یعنی تصمیم گرفتن، یعنی همون choose تصمیم گرفتن، make a choice. اما ترکیب چهارمی make a comment یا make comments on یعنی نظر دادن راجع به یه موضوعی. اگر شما برای یک موضوعی نظر بدین، قبل از اون موضوع این حرف اضافه on میاد، به خاطر همونه که در داخل پارانتز نوشتم. یه بار دیگه تلفظهاشو با هم بررسی میکنیم و میریم سراغ کاربردهاش و مثالهاش. پس شد make arrangements for make a change or changes make a choice make a comment or comments on something. Now let's look at examples. حالا میریم سراغ مثال ها. مثال برای make arrangements for یعنی برنامه ریزی کردن برای. ببینین مثال ها در این بخش برای شما تایپ خواهد شد. نوشته که The school can make the best arrangements for pupils. The school can make the best arrangements for pupils. یعنی مدرسه میتونه برای شاگردها pupils این دانش آموزان بهترین برنامه ریزی رو انجام بده. make arrangements شد برنامه ریزی کردن، make the best arrangements یعنی بهترین برنامه ریزی کردن. پس the school can make the best arrangements for pupils. این for هم که اونجا هست، یعنی برای دانش آموزان میتونه بهترین برنامه ریزی رو انجام بده. یا مثلا این مثال گفته که They have made all the arrangements for the party. آنها یا اونا در انگلیسی در فارسی محاوره‌ای همه برنامه ریزی ها رو برای پارتی یا دور همی کردند. They have made all the arrangements. همه برنامه ریزی ها رو برای پارتی کردند. پس این میشه make arrangements for برنامه ریزی کردن یا برنامه ریختن برای یه موضوعی. مثال برای make a change یا changes یعنی تغییر ایجاد کردن. گفته که The new manager is planning to make some changes in the company. The new manager مدیر جدید is planning داره برنامه ریزی میکنه to make some changes تا تغییراتی رو ایجاد بکنه. پس make changes حالا وسطشون سام اومده یعنی تعدادی تغییرات ایجاد بکنه. in the company در شرکت میخواد تغییراتی رو اعمال بکنه. The new manager is planning to make some changes in the company. یا مثلا میگه They have made a lot of changes to the house.
اونا تغییرات خیلی زیادی رو برای خانه اعمال کرده اند. They have made a lot of changes. تغییرات خیلی زیادی رو اعمال کرده اند to the house. برای خانه. مثال برای a choice یعنی تصمیم گرفتن گفته که think carefully before making a choice. قبل از اینکه تصمیم بگیری خوب و با دقت فکر بکن. Think carefully before making a choice. خوب فکر کن، با دقت فکر کن قبل از اینکه تصمیم بگیری. یا مثلا میگه که Jill had to make a choice between her career and her family. Jill که اسم یک خانومه had to مجبور بود make a choice تصمیم بگیره between her career بین شغلش and her family و خانوادهش. یعنی بیل مجبور بود که بالاخره بین خانوادهش یا شغلش کریرش یکی رو تصمیم بگیره و یکی رو انتخاب بکنه. پس ما میتونیم make a choice رو تصمیم گرفتن یا انتخاب کردن معنی بکنیم. اما مثال برای make a comment یا make comments on به معنی نظر دادن میگه که Would anyone like to make any comments on the talk? آیا کسی مایله Would anyone like to یعنی آیا کسی مایله که راجع به صحبتمون نظر بده؟ Make comments on the talk گفتیم که on قبل از موضوع میاد. نظر بده on the talk راجع به صحبتمون. Would anyone like to make any comments on the talk? یا مثلا این مثال گفته که Can I make a comment? Can I make a comment? منم میتونم نظر بدم. Can I make a comment? حالا اینم میتونست باشه Can I make a comment on that? On منم میتونم راجع به اون نظر بدم. Can I make a comment on that? پس اینا میشن 4 تا از ترکیب‌های خیلی کاربردی برای فعل make که در انگلیسی روزمره خیلی از اینا استفاده میشه. این ویدیو بخش اول بود و 3 بخش دیگر رو از این به بعد خواهیم داشت که مجموعتاً در 4 بخش ترکیب‌های خیلی مفید و خیلی ضروری فعل make رو جمع‌بندی بکنیم. حالا کاری که انجام میدین ویدیو رو یه بار دیگه از اول تماشا کنین چون که اینا به شدت فرار هستند و سعی کنین که روزانه چند دقیقه اینا رو مرور بکنین و از دیکشنری های مختلف و از اینترنت و گوگل مثال های زیادی رو هم برای هر 4 تا ترکیب پیدا کنین، بنویسین. سعی کنین که مثال ها رو حفظ بکنین. حفظ کردن این مثال ها باعث میشه که قدرت جمله سازی ذهن شما تقویت بشه و اگر سطح گرامرتون و لغاتتون خیلی خوبه برای این 4 تا ترکیب خودتون از خودتون مثال ایجاد بکنین، همه اونا رو بفرستین به گروه چت و یا آیدی پشتیبانی که بررسی بشه. So like always, thank you very much for watching.